بسم الله الرحمن الرحیم دوستان، انشالله که جور صحتمند بوده باشین. یک سوال برای ما داده، قیمت A هم یک عدد جذری هست، قیمت B هم یک عدد جذری هست. هر دو جذر هم به صورت جذر الجذر نوشته شده، جذر الجذر نامتناهی، یعنی ادامه دار. دقت کنین دوستان، جزء اول سوالی که ما حل بکنیم یعنی قیمت A را پیدا بکنیم، اینا همیشه درجه جذر باید 2 باشه، بغیر از 2 دیگه عددا نباشه. مجذورها کلا اینجا یکسان است، 12 بغیر از 12 دیگه عدد میتونم، ما شرطش است که باید یکسان باشه. ما چیکار میکنیم؟ به خاطر حل از اینا دو عددی مسلسل ضرب میزنیم، یعنی پشت پشت باشه عدد. مثلا نمیتونین 1 ضرب 12 بگیرین یا 2 ضرب 6 بگیرین، پشت پشت مثلا 3 و 4 بگیرین. اگر علامه وسط مثبت باشه جواب سوالتون عدد بزرگش است یعنی 4، اگر منفی باشه عدد کوچکش یعنی 3 هست. پس قیمت A اینجا میشه 4. قیمت B که پیدا بکنین، به خاطر دریافت قیمت B اینا رو سعی کنین فرق داره با سوال بالا، اینا هم اشاره وسطشون ضرب و تقسیم است. اگر ضرب باشه ما از کل جذرها یکی رو میگیریم، اگر علامه وسط ضرب باشه درجه جذر یکی کم میکنین، 2 اگر باشه میشه 1، مثلا جذر از بین میره. ولی فعلا که علامه وسط تقسیم است، 1 اضافه میکنین، درجه جذر 2 است، 1 اضافه میکنین میشه 3. 3 جذر 64، 3 جذر 64 هم که میشه 4. پس قیمت A هم 4 شد، قیمت B هر دوش 4 شد. هر دوش جمع بکنیم، 4 جمع 4 4 جمع 4 نتیجه میشه 8. گزینه B درست است.